تقریبا ساعت‌های 1:40 از روی معلوماتی که بازرسی دولتی автомобили ولایتی سوغد نشر کرد، در همین شاهراه نقلیات دمیربگ به صدمه دچار شد و خودی دمیربگ در سری چنبرک بود و در همین شاهراه وقتی که از سمت گلستان به سمت خوجند می آمد و در همین منطقه که اینجا باغ ملی است، در قسمت روبروی من باغ ملی است در قسمت چپ راه و در این منطقه دمیربگ به صدمه دچار شد و امروز راهسازای ناحیه بابا جان غفوروف در اون جایی که دمیربگ از اداره автомашини خود نبرآمد و به صدمه دچار شد، این گونه بردیورها گذاشته ایستادند و پیش این گونه صدمه های فاجعه بار با این کارشان میخواهند که گیرند. اما متاسفانه علم‌آور این است که برای چی پس از آنی که یک فاجعه میشد بعد ما تصمیم میگیریم یک کاری را انجام بدیم؟ خوبتر میشد اینا بر وقتتر میموندند، خوبتر میشد از این گونه فاجعه ها پیشتر در راه ها میگذاشتند تا که امروز ما به این حالت نمی افتیدیم و از خبری فوت دمیربگ عالموف در همه جا نمی گفتیم. تقدیر الهی است، دیگر دمیربگ با ما نیست. خدا کند که روحش شاد باشد و به پیوندانش علل خصوص به پدر و مادرش خداوند صبر جمیل عطا فرماید، به فرزند و همسرش الله متعال صبر داده باشد، روحش شاد باشد و خداوند عزوجل از جنت برینش برای این دوست ما منزل آخرت عطا فرموده باشد.